نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. يزيح عن القلوب دجى هواها وينشر في النفوس سنا المعاني، وإن الحق كنز منه تشرى بساتين السعادة والجنان، وليس كمثله ذهب ودر ولا غالي اللآلئ والجمان. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. وللحق اهتدى قوم كرام فصاروا للنجاة وللأمان، ومن أجل الحقيقة لا تبالي بسخط الناس في هذا الزمان، ولكن في رضا المولى فأسرف مراكبك الكريمة في الرهان. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. وحب الآل من خلقي وديني، وهم والصحب في أفق المكان، سموا في الخير والتقوى فكانوا منارات الهداية للعيان. نواليهم ونقبس من هداهم ضياء في مشارعنا الحسان. نداء الحق صوت قد شجاني
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستیم با این برنامه تماس مستقیم، برنامه ویژه شما عزیزان است و در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. تماس های شما عزیزان را خواهیم گرفت، دلگفته های شما عزیزان را خواهیم شنید. امیدواریم که در هر جای این جهان پهناور که هستید الله سبحانه و تعالی یار و نگهدار تک تک شما عزیزان و بزرگواران باشد. شماره تلفن برنامه را از همین الان دوستان زیرنویس میکنن. شما عزیزان میتوانید تماس بگیرید و در برنامه شرکت بکنید. ما هم انشاءالله صدای شما عزیزان رو در برنامه زنده پخش خواهیم کرد و در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. در طول هفته هم عزیزانی که سوالات شرعی دارن یا شبهاتی برایشون هست در مسائل مختلف، مسائل شرعی، مذهبی، شبهات روافض، شبهات دشمنان اسلام، ملحدین، می توانند به واتساپ برنامه بفرستن و ما انشاءالله در طول برنامه جواب خواهیم داد. یکی از اتفاقاتی که از امروز صبح به وقوع پیوسته این است که فضل الله سبحانه و تعالی دشمن صهیونیستی در فلسطین بعد از حدود 40-45 روز از کشتار مردم بی‌دفاع و مظلوم غزه به زانو درآمد و قبول کرد که یک آتش‌بس موقت برای تبادل اسرا و همچنین ادخال مواد غذایی، مواد سوختی و دارو به نوار غزه انجام پذیرد و این خودش به ذاتهی یک پیروزی است برای مجاهدین و برای مردم غزه که یک دشمنی با این حجم از سلاح و مهمات و افراد و کمک تقریبا میشه گفت همه کشورهای دنیا به استثناء شاید تعداد انگشتشماری که عملاً وارد جنگ نبودن، بقیه همه کشورهای دنیا از نگاه نظامی، سیاسی، اقتصادی در این جنگ شرکت کردن، از نگاه رسانه‌ای شرکت کردن. صهیونیست های عرب و عجم و فارس و همه در این جنگ بر علیه مسلمانان در فلسطین شرکت کردند. چهره های زشت منافقین و دروغگویان مدعی حقوق بشر همچنین افشا شد و بزرگترین دستاورد این جنگ هم این بود که اسرائیل با وجود این همه لافی که میزد که ما ظرف چند روز قضیه رو یک سره میکنیم و سران مجاهدین رو از بین میبریم و غزه رو میگیریم، فلان میکنیم، که الحمدلله به هیچ یک از مقاصد خودشان در این مدت نرسیدن و این فضل الله سبحانه و تعالی است. و همچنین میلیاردها دلاری که در طی چیزی در حدود یک قرن اینها خرج کرده بودند تا یک چهره مسالم، انسان دوست. شما هر کجا می رفتید، حتی خیلی از مسلمان های ما هم متاثر شده بودن از اینها که ببینید این کفار، ببینید اینایی که شما میگید کافرن، این غربی ها رو ببینید چقدر به حقوق انسان احترام میگذارن، چقدر به حقوق حیوان احترام میگذارن. دیدیم بله، همه این مدعیان دروغین حقوق انسان و حقوق بشر و انسانیت رو دیدیم که در مقابل این کشتار بیرحمانه کودکان، زنان و مردمان غیر نظامی در
غزه و در فلسطین نه تنها عکس العملی نشان ندادند، بلکه در کنار ظالم و ستمگر و خوناشام ایستادند. اولین تماس رو میگیریم. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد عزیز و نازنین، جناب محترم استاد انصاری صاحب عزیز، صدای ما را داریم استاد جان محترم؟ بله بفرمایید برادر گرامی، صدای شما هست. الحمدلله که بالاخره موفق شدم با شما هم کلام باشم استاد جان عزیز. بسیار خرسند هستم و موضوعی که میخواستم صحبت کنم، بنده عمر میباشم، در آلمان زندگی میکنم. دوستای عزیز به خاطر فعالیتایی که در شبکه‌های اجتماعی دارم، دوستای عزیز شاید بعضیشون با نام و آشنایت داشته باشم، البته دیگر نامای در صفات مجازی می داشته باشم. بعد تنها موضوعی که استاد جان میخواستم از زبان شما به بعضی از این انسان ها گفته بشه. استاد جان زیاد موضوعات درباره فلسطین اینا صحبت کردم، بحث کردم، بعضی موضوعات زیاد تری از انسان ها هستن استاد جان. پیام های برای من بنده میگویند که چرا تو برای تو چی ربط داره موضوع فلسطین؟ تو حتی تا جایی که استاد جان برای من پیام میدن که تو را از آلمان بیرون میکنن، حتی در فامیلم برای مشکلات ایجاد کردن، که حتی پدرم چند شب پیش با بنده جنجال کردن که تو چرا همچون موضوعات در صفحات خود پخش و نشر میکنی. همین موضوع رو میخواستم به یک عده انسان هایی که خودشان ترس دارن و غیرت می کارا را ندارن، از اون زبان شیرین و مبارکشان به انسان ها یک پیام و یک حرفی بگویید استاد جان عزیز. چشم، حتما در این مورد صحبت میکنیم برادر عزیز. الله مطالب ستان کنه عزیز. بسیار خوشحال شدم اگرچه در اینستاگرامتان هم پیام ماندم، ولی متاسفانه فکر کنم که زیاد فعالیت نداریم. باز دوستا قسمی که من بیان کردم یعنی آشنا هستم، ولی من دیگر نامه دارم در صفحات مجازی، باز با عمرم برام میشناسن. نمیدانم اگر اینستاگرام فعالیت داشته باشن، اگر اجازه باشه یک صحبت کوتاه خصوصی هم با شما داشته باشم، و شخصی مقصدم هست. ان شاء الله حتما ان شاء الله شماره تلفن شما رو من یادداشت میکنم، ان شاء الله تماس خواهیم داشت. زنده و سلامت. بکن استاد جان عزیز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنیم از این برادر عزیز و گرامی. موضوع خیلی مهمی است برادر عزیز و گرامی. من حقیقتا نیاز است که در این باره ما برنامه ها بگذاریم. نیاز است که در این مورد انسان روزها صحبت بکند که یکی از مصیبت و بدبختی هایی که امروز متاسفانه امت اسلامی گرفتار اون هستن، خوف از غیر الله سبحانه و تعالی است. والا دعوت نکن که من حکایت تقریبا حدود 25 سال قبل است، دقیقاً 25-26 سال قبل است، تازه شروع کرده بودم کارهای دعوی را. شاید دوستان عزیز شنیده باشن نوارهای فردا کجا خواهیم بود، ای که از نماز غافلی، حجاب خواهر مسلمان، سیرت خلفای راشدین. تازه این نوارها ثبت شده بود و با صدای من پخش می شد. خیلی از علما دعوتگران، از علمای واقعا بعضیشان فوت کردن، الله متعال رحمتشان بکند، آمدن نصیحت کردن که پسرم این کارا رو نکن، میبرنت، میکشنت، ترورت میکنن، فلان میکنن. از اون تاریخ تقریبا حدود 25-26 سال گذشته. خیلی از اون کسایی که منو نصیحت میکردن خودشان رفتن، نیستن امروز. یکیش در تصادف رفت، یکیش زیر بمباردمان شهید شد، یکی به مرگ طبیعی مرد، یکی سکته کرد. ولکن الله سبحانه و تعالی قبول بکنه در طول این 20-25 سالی که از ما در راه دین استفاده کرد و این یک نعمت خیلی بزرگی است که الله سبحانه و تعالی از بندگانش در راه دین استفاده بکنه. ما نباید منت بگذاریم که ما دعوتگریم، ما عالمیم، ما فلانیم، ما خدمت کردیم. ما نباید منت بگذاریم.
بلکه الله بر ما منت میگذارد که از ما در راه دینش استفاده کرد. من همیشه در جمع دوستان در شبکه وصال میگفتم الله سبحانه و تعالی رو شکر بکنید که امروز الله متعال از بین این همه عالم، این همه مولانا و مولوی و دکتر و نمیدونم دکترای حدیث و دکترای فقه و دکترای اصول دین و دکترای تفسیر و فلان، شما یک مجموعه رو الله متعال انتخاب کرده و نه از دیگرها خوشگل ترید، نه از دیگرها عالم ترید. این اختیار الله سبحانه و تعالی است که الله متعال شما رو اختیار کرده برای خدمت به دینش. این اختیار الله سبحانه و تعالی این نعمت بزرگی است، این منت بزرگی است که الله متعال بر ما نهاده. و اینکه نعمت دیگری که به ما داده این است که ما نتیجه عمل خود را در این دنیا داریم میبینیم. ما در 6 ماه اول در تلویزیون دیدیم که 10 نفر اومدن اعلان هدایت کردن. اخباری که از افغانستان، از تاجیکستان، از کشورهای دیگر برای ما میرسید که مردم دارن برنامه ها رو گوش میکنن، مردم دارن به سبب این برنامه ها به فضل الله سبحانه و تعالی هدایت میشن، بیدار میشن، جوانها دارن بیدار میشن، جلو یک مد قوی رافضه‌گری داره گرفته میشه. اینا رو که میشیدیم حقیقتا خوشحال میشدیم و این طبیعی است. الله سبحانه و تعالی میفرماید یومئذ یفرح المؤمنون، مؤمنین باید خوشحال بشن به نصر الله سبحانه و تعالی، به پیروزی الله سبحانه و تعالی، چه در ساحه جهاد باشه چه در دعوت باشه. به دوستان میگفتم دعا بکنید که الله سبحانه و تعالی حسن خاتمه نصیب ما بکنه و اینکه شکر الله متعال رو بکنید که شما در زندگی خودتون دارید نتیجه دعوت خودتان رو میبینید و این نعمت بزرگی است. پیامبرانی بودن که دعوت کردن، سالها زحمت کشیدن. نوح علیه السلام، سوره نوح رو بخوانید، هر دعوتگر باید سوره نوح رو بخونه یک بار. سوره‌ای که در اون الله سبحانه و تعالی داستان این پیامبر بزرگ رو برای ما بیان میکنه که چگونه نوح علیه السلام در مقابل کفار صبر میکنه، چقدر اینها رو دعوت میکنه، چقدر در مقابل اذیت و آزار اینها صبر و تحمل میکنه، در مقابل حرفهاشون، در مقابل طعنه‌هاشون، در مقابل همه اذیت و آزارهایی که میرساندن و نوح علیه السلام با صبر با استقامت اونها رو چیکار میکرد؟ دعوت میکرد. حتی در سوره نوح، در اوایل سوره نوح اگر ببینید الله سبحانه و تعالی میفرماید که قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهار، شب و روز اینها رو دعوت کردم، فلم یزدهم دعای الا فرارا، هرچی اینا رو بیشتر دعوت میکردم اینو بیشتر از من دور میشدن. این سوره رو با تفسیر بخوانید آدم تعجب میکنه که چه صبری داشته این انسان. نوح علیه السلام 900 سال، بیش از 900 سال قومش رو دعوت میکنه. امروز دعوتگر ما یک روز اگر دعوت کرد کمی مشکلات و سختی ها دید دل سرد میشه، میترسه. امروز خیلی از دعوتگرها هستن خب چرا شما حرف نمیزنید؟ والا چیکار کنم فامیلم در افغانستان است، اون والا من قرار است یک سفر اروپا برم، اون یکی چرا من میترسم که مثلا پاسپورت من در فلان جا گرفته بشه. اگر صحابه اینطوری فکر میکردن، اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم اینطوری فکر میکردن که دیگه این دین به من و شما نمیرسید. هر کس در غم خودش میشد، در غم خانوادهش میشد، در غم زن و بچهش میشد. کی دین را به ما میرساند؟ کی کشورهای ما را فتح میکرد؟ کی ما را مسلمان میکرد؟ فانسان مسلمان، انسان دعوتگر باید یک منهجی رو، یک آیه‌ای رو، یک فرموده الله سبحانه و تعالی رو همیشه سرلوحه زندگی خودش قرار بده. هر دعوتگر. در سوره احزاب الله سبحانه و تعالی می‌فرماید که الذين يبلغون رسالات الله، کسانی که
پیام الله سبحانه و تعالی، رسالت الله سبحانه و تعالی را به مردم میرسانند. و یخشونه، و از الله سبحانه و تعالی میترسند. فقط از کی میترسند؟ الله سبحانه و تعالی میترسند. ولا یخشون احدا الا الله، و از هیچ کس غیر از الله سبحانه و تعالی نمیترسند. این باید منهج یک دعوتگر، یک مسلمان باشه، یک مؤمن. همه ما مسئول هستیم که این گونه باشیم. و کفى بالله حسیبا، آیا تنها حسابگر اگر الله سبحانه و تعالی باشد کافی نیست؟ غیر از الله سبحانه و تعالی هیچ کسی دیگر نمیتواند به ما هیچ ضرری برساند. من این حدیث رو برای شما عزیزان بارها در برنامه‌های مختلف آوردم، در موردش صحبت کردم. باز هم در این برنامه مناسبت این سوالی که برادر عزیز و گرامی ما کردن، این رو میگم که نه تنها علما، نه تنها دعوتگران، نه تنها سیاستمداران، کسانی که در محافظه کارانی که در حکومت ها هستند، از ترس پست، از ترس مقام، از ترس مال، از ترس جایداد، از ترس پاسپورت خارجی، از ترس نمیدونم کشته شدن، از ترس زندان شدن، این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم رو بخوانند، بشنوند، با خودشون فکر بکنن و اگر یک درصدی هم شک و شبه در این داشته باشن که لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، به ما هیچ چیزی نمیرسد، چه خوبی چه بدی، مگر آنچه که الله سبحانه و تعالی خواسته باشد و نوشته باشد. باور به خدا، یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، مرگ به سراغتان می آید ولو اینکه در برج‌های بلند خودتان را پنهان بکنید. فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، اجل که آمد یک دقیقه هم پس و پیش نمیشه. سختی هاشون هم دیدیم، مشکلاتشون هم دیدیم، تهدیدها رو دیدیم، قاتل های کرایه‌ای که فرستاده بودن برای کشتنمان را دیدیم، زندانشون هم رفتیم، زندانشون رو هم دیدیم. اما به یک یقین رسیدیم که لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. حضرت ابن عباس میگه پشت رسول الله صلی الله علیه و سلم در مرکبی سوار بودم، شتری بود یا اسبی بود، داشتن میرفتن یک جایی. كنت خلف رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یوما فقال یا غلام، گفت پسرم، اینی اعلمک کلمات، به تو یک چند حرفی میخوام یاد بدم. معلم به شاگردش، هم پسرموش است، کوچیک است، یعنی شاید حدود 6-7 سالش باشه، پشت سرش سوار کرده در مرکب. این معلم بزرگ بشریت داره شاگردشو بهش یاد میده، عقیده رو داره بهش یاد میده، توکل رو بهش یاد میده، رضا رو بهش یاد میده، یقین رو بهش یاد میده. احفظ الله یحفظک، الله سبحانه و تعالی رو همیشه به یاد داشته باش، الله سبحانه و تعالی همیشه تو را به یاد خواهد داشت. احفظ الله تجده تجاهک، الله رو به یاد داشته باش، در جا الله رو در کنار خودت احساس خواهی کرد. اذا سألت فاسأل الله، اگر خواستی فقط از الله بخواه. چه بسیارند امروز مسلمانانی که روزانه چند رکعت نماز میخوانند، سنت ها رو ببین، نوافل رو ببین، نمازهای شب رو ببین، در هر رکعت هم چی میگن؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اما نماز که تمام شد در پی این میرن که چطور از بنده خدا چیزی رو به دست بیارن، چطور عزت و شرف و مقام رو در نزد انسان ها جستجو بکنن. میترسن از مرگ، از زندان شدن، از دست دادن مال و منال دنیا. پس این لحظات پیش که تو میگفتی ایاک نعبد و ایاک نستعین چی شد؟ ای الله، تنها تو را میپرستیم
و تنها از تو یاری و مدد میجوییم. اذا سألت فاسأل الله، اگر خواستی فقط از الله بخواه، توحید، دوری از شرک. و اذا استعنت فاستعن بالله، اگر خواستی یاری و مدد بجویی، اگر خواستی به کسی پناه ببری، فقط و فقط به الله سبحانه و تعالی پناه ببر. واعلم، بدان ای پسرم، ان الامه لو اجتمعت، ان الامه لو اجتمعت یعنی چی؟ همه انسانهای زمین اگر جمع شوند، همه کره زمین اگر جمع شوند، على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، اگر همه این انسانهای دنیا جمع شوند که به تو یک نفعی برسانن، به تو یک فایده‌ای برسانن، تو رو به یک مقام و به یک جایی برسانن، تو رو نمیتوانن هیچ نفعی به تو برسانن مگر آنچه که الله بخواهد. ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء، و اگر جمع شوند، همه بشر جمع شوند، همه امت، 7 میلیارد انسان اگر جمع شوند بخواهند که به تو ضرری برسانند، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، هیچ ضرری نمیتوانند به تو برسانند الا آنچه که الله سبحانه و تعالی برای تو خواسته باشد. رفعت الاقلام و جفت الصحف، قلم ها برداشته شده، صحیفه ها خشک شده، یعنی بعد از این اتفاق دیگری برای تو نمی افتد. آنچه که مقدر است از طرف الله سبحانه و تعالی در مرگ و زندگی انسان، اون نوشته شده، تغییر پذیر نیست. این یقین رو داشته باشیم که اجل که بیاد 1 ثانیه هم پس و پیش نمیشه. در یک شهر زلزله شده بود، از اون شهر یک خانواده فرار کردن، رفتن به یک شهر دیگر که 1200 کیلومتر راه فاصله داشت. در اون شهر تصادف کردن، همه خانواده با هم مردن، 1 نفرشون هم زنده نماند. مگر از مرگ میشه فرار کرد؟ از مرگ نمیشه فرار کرد. الله سبحانه و تعالی به ما میگه که اجل شما مقدر است و هیچ وقت 1 ثانیه هم عقب و جلو نمیشه. آیا بعد از این امکان داره که یک انسان مسلمان نسبت به الله سبحانه و تعالی سوء ظن داشته باشه؟ این که فکر بکنی امروز فلان کشوری، فلان نیروی، ناتوی، آمریکایی، روسیه‌ای، اسرائیلی میتواند جان تو را بگیرد، میتواند تو را بکشد یا اجل تو به دست اونهاست، این انسان باید از صفر شروع بکند. دین رو باید از اول بخواند. لا اله الا الله رو باید دوباره تکرار بکند، معنیش رو درک بکند. در سوره آل عمران آیه جالبی هست، من خدمت شما عزیزان بخوانم. بعد از جنگ احد بود، در غزوه احزاب که همه کفار جمع شده بودن، مثل امروز که همه کفار جمع شدن به خاطر غزه کوچیک. همه کفار جمع شدن. وقتی خبر به پیامبر صلی الله علیه و سلم و صحابه رسید، الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، اومدن گفتن ای مردم، ای اصحاب محمد، خبر نیستید مشرکین، یهود، نصارا، اعراب بیابانگرد، منافقین، 4 طرفتون همه جمع شدن، شما رو محاصره کردن، بترسید، نجات بدهید خودتون رو. چی گفتن؟ فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله
و نعم الوکیل. ایمانشان بیشتر شد، ایمانشان قویتر شد. گفتن خدا ما را بس است، بذار همه دنیا جمع بشن. اینا شاگرد محمد صلی الله علیه و سلم بودن، میدونستن که ایمان یعنی چی. میدونستن که ان الامه لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بما قد كتب الله عليك. این رو میدونستن. چی شد؟ فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. الله برای ما بس است، بذار همه اینها همشون جمع بشن. امروز از مردم غزه، از کودکان غزه، باور کنید من از علمای غزه نمیگم، از مجاهدین غزه نمیگم، از دعوتگران غزه نمیگم، از کودکان 6-7 ساله غزه یاد بگیرید ایمان رو. اون چیزی که شما در کتاب ها میخوانید و در مدارس بهتون یاد میدن، به قول یکی از اساتید عقیده در دانشگاه ام القری در مکه مکرمه میگفت که افغانستان رفتن در موقع جهاد، میگه من 20 سال در دانشگاه به مردم عقیده درس دادم. اونجا رفتم، میگه تا هواپیمای آمریکا اومد، میگه برای بمباران من رفتم زیر یک درخت، میگه دست و پا میلرزید. دیدم این بچهای 18 ساله، 20 ساله، 25 ساله جوانها با کلاشینکوف دارن طرف بی 52 دارن شلیک میکنن در میدان، در سر کوه. میگه بعد از اینکه بمباردمان تمام شد، میگه و سرمو بلند کردن، گفتم بابا تو باید بری، جناب دکتر تو باید بری عقیده رو از سر بخوانی. تو اصلا خودت باید بری عقیده بخوانی. تویی که 20 سال به مردم عقیده درس میدادی، تو خودت باید بری عقیده بخوانی. وقتی که ایمانشان افزایش یافت و وقتی که گفتن حسبنا الله و نعم الوکیل، فانقلبوا بنعمت من الله و فضل. بعد از اون چی شد؟ نعمت و فضلی از جانب الله سبحانه و تعالی در قلب‌های اینها، در وجود اینها جاری شد. این است ایمان. این است که انسان یقین داشته باشد و عقیده کامل داشته باشد که هیچ چیزی به ما نمیرسد مگر این که الله سبحانه و تعالی بخواهد. خوف از چی میاد؟ ببینید، اگر یک انسانی بگه که من نه اصلا نمیترسم، خوف اصلا در وجود من نیست، دروغ است. هر کدام از ما انسان ها به اندازه معینی خوف در وجود ما هست. اما اگر این خوف طوری باشد که ما را از ایمان و یقین ما به الله سبحانه و تعالی دور بکند، این خوف شیطانی است. این ترس شیطانی است. الله متعال میفرماید که انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءه. اینها یاران شیطان هستند که میترسند. از میدان جنگ میترسن فرار میکنن، از کشته شدن میترسن فرار میکنن، از جهاد فرار میکنن، از دعوت فرار میکنن، از تبلیغ فرار میکنن، از خدمت کردن در راه دین فرار میکنن. انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءه. اینا یاران شیطانند. شیطان داره اینها رو میترسانه. فلا تخافوهم. نترسید از اونها. از شیطان و یاران شیطان نترسید. و خافونی این کنتم مؤمنین. از من پروردگار بترسید، از الله متعال بترسید اگر واقعا مؤمن هستید. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند در حدیث قدسی: ان الله تبارک و تعالی یقول لعبد یوم القیامه. در روز قیامت الله متعال به بنده خود میگوید که ما منعک اذا رأیت المنکر ان لا تغیره. چی شد که وقتی کار بدی رو میدیدی نمیتونستی تغییرش نمیدادی؟ چقدر از ما هستیم عروسی خواهرمون، برادرمون، خاله، عمو، دایی، پسر عمو، پسر خاله، پسر دایی، قوم خویش، میریم در عروسی.
موسیقی روشن است، صدامون در نمیاد، می نشینیم نگاه میکنیم. چرا؟ والا اگر چیزی بگم خفه میشن، ناراحت میشن. فسق هست، فجور هست، اختلاط هست، بی‌حجابی هست، صدامون در نمیاد. چرا؟ والا بذار یک شب است مردم ناراحت میشن، بعد قوم و خویش هستن قهر میکنن، دوست هستن ناراحت میشن، حالا یک شب عروسی است بذار بره، بده بره. دوست ما، رفیق ما، همراه ما هست، داره یک منکری رو انجام میده، به خاطر اینکه ناراحت نشه چیزی بهش نمیگیم. میترسیم که ناراحت بشه، میترسیم که از ما دور بشه. شریکمون از باش بزنسی داریم، مشتریمون از تجارتی داریم، نمیگیم بهش. منکری رو که انجام میده ازش جلوگیری نمی کنیم. چرا؟ والله حالا دیگه مشتری است دیگه، چی کارش میشه کرد؟ میشه حالا چیزی بهش بگم ناراحت میشه، شاید دیگه از ما خرید نکنه. یا شریک هم مثلا چیزی بهش بگم ازم جدا میشیم، این فایده و سودی که داره میاد این قطع میشه. الله سبحانه و تعالی به این انسان ها در روز قیامت میگه که خب اون چیزای بدی رو که میدیدید، منکری رو که میدید، چرا جلوشو نمیگرفتید؟ چی میگن؟ یا رب خشیت الناس، ترسیدیم از مردم. الله متعال میگه از کی باید میترسیدید؟ از من یا از مردم؟ لمن الملک اليوم، پادشاهی از آن کیست امروز؟ کسی جرأت جواب دادن نمیکنه. در آن روز الله متعال میگه از کی باید میترسیدی؟ از من یا از اونا؟ و با کله میفرستادش جهنم. اطمینان، یقین، این نعمت بزرگی است که الله سبحانه و تعالی نصیب مؤمنین میکنه. انسان یقین داشته باشه که، باور کنید امروز خیلی از دوستان هستن، برادرمون عمر، حالا منظور من شما نیستید، خیلی از دوستان هستن ابو فلان، ابو علان، به نام‌های مستعار مختلف، بدون عکس، بدون تصویر فعالیت میکنن در فیسبوک. خب الله متعال جزای خیر نصیبشون بکنه، شاید بعضیشون مشکلاتی دارن نمیخوان. من نمیخوام از فعالیت اونها، از جهد اونها، از زحمت اونها، از قدر و منزلتی که دارن بکاهم. شاید بعضی از اونها در نزد الله سبحانه و تعالی از 1000 تا امثال ما نزدیکتر باشن، بهتر باشن. اما به لطف الله سبحانه و تعالی، به فضل الله سبحانه و تعالی 20-25 سال هست که در میدیا ایران با اون دبدبه و کبکبه و 90 میلیون و اون همه خودتون دیگه ادعایی که دارن میبینید، تاجیکستان، آمریکا، اسرائیل، روسیه، عراق، شیعایی که هستن در، الحمدلله هر جایی که نیاز به حرف حق بوده در مقابل اینا حرف حق رو گفتیم. چرا؟ چون این وظیفه ماست و باور به خدا بکنید این یقین رو داریم که اگر الله متعال نوشته باشه که من به دست یک رافضی کشته بشم، به دست یک یهودی کشته بشم، به دست یک آمریکایی یا روسی کشته بشم، یا در فلان روز، فلان ساعت، فلان تاریخ کشته بشم، والله بالله تالله نه من میتوانم عوض بکنم و نه تمام انسانهای دنیا اگر بخوان بیان من رو نجات بدن نمیتوانن تبدیلی بیارن در این تاریخ و در این ساعت و در این ثانیه. این یقین رو باید تک تک ما داشته باشیم. اصلا ما چرا بهترین امت شدیم؟ پدر عزیز، برادر عزیز، امروز یک برادر مسلمان یا فرزند تو در راه دین زحمت میکشه، حرف حق میگه، امر به معروف و نهی از منکر میکنه، تو باید او رو تشویق بکنی، تو باید به او افتخار بکنی. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. بهترین امت به خاطر این شدید که امر به معروف و نهی از منکر میکنید. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند امت‌های پیشین نابود شدن به خاطر چی؟ که امر به معروف و نهی از منکر نمی‌کردند.
حضرت عایشه پرسیدن که یا رسول الله، یعنی امتی امکان دارد که در بینش انسانهای صالح هم باشد، انسانهای طالح یا انسانهای بد هم باشد، همه با هم نابود بشوند، گرفتار غضب بشوند؟ فرمودن که بله، وقتی که آن انسانهای صالح انسانهای غیر صالح را امر به معروف و نهی از منکر نکنند، در اون صورت عذابی نازل می شود که تر و خشک با هم می سوزد. انسان صالح و غیر صالح همه بدبخت می شود. در همین افغانستان در زمان ظاهرشاه شراب بود، رقص بود، سینما بود، موسیقی بود، فحاشی بود، بی‌حجابی، بی‌حیایی بود، ملا صاحبم بود، دعوتگرم بود، کسی هم صداش در نمی آمد. چی شد؟ خداوند نظام رو تغییر داد، داوود آمد. کمونیست‌ها فعالیت می‌کردن، بیدینی بود، دعوت به الحاد بود، کسی کاری نکرد. مصیبت بزرگتر از آن آمد و بعد از اون دیدیم که همه در به در شدن. مملکت از این ور به اون ور شد. اونایی که در بالا بودن پایین آمدن، اونایی که پایین بودن بالا رفتن. مملکت تا امروز 40 سال است که در به دری جنگ، تازه یک کمی استقرار و امنیت آمده که الله متعال دوامدار بکنه. پس سعی کنید که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که بلغوا عنی ولو آیه، یک آیه هم که شده از من برسانید. شما وظیفه ماست، تک تک ما مسئولیم. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. ای مسلمان ها، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که هر کدام از شما مسئولید و مسئول زیر دستان خود هستید. مرد در خانه مسئول است، مسئول از زن و بچه خودش است. زن در خانه مسئول است، مسئول از شوهر و فرزندان خودش است. عالم مسئول است، حاکم مسئول است، پلیس مسئول است، تاجر مسئول است، دعوتگر مسئول است. هر حرفی رو که از دین میفهمید به مردم نمیرسانید مسئول هستید. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند الدین و نصیحه، دین نصیحت است. الله نصیحت میکند، به خاطر الله ما باید نصیحت بکنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم ما امت رو نصیحت کرده، ما به خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم باید نصیحت بکنیم، وظیفه خود را ادا بکنیم. بر همه کس این نصیحت فرض است، بر حاکم فرض است، بر عالم فرض است، بر عموم مسلمان ها هم فرض است. بیننده عزیز و گرامی سلام علیکم، بفرمایید. که من تو چی میگم؟ سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد عزیز علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر گرامی. ماشاءالله ماشاءالله، الحمدلله، جزاکم الله خیرا. بسیار جالب، بسیار تشریف جانانه. موضوع دعوت و موضوع امر به معروف وظیفه یک مؤمن مسلمان شما تشریح و توضیح دادین، ولی متاسفانه که دریغا که امروز به نام هستیم مسلمان اکثریت دیگه میبینیم که در خارج امروز شبکه ها باز شدگی است. باور کنیم رقص پایکوب یک سابق یک ذره حیا و شرم مدال فعلا در امریکا و اروپا یک تکه بی شرمی بی حیایی شروع شده. زن و بچه مردم یا میرخصانه شب و روز و نرمند است. از دین مردم دور کرد، از عقیده مردم دور کرد، از فرهنگ اسلامی افغانی دور کردن. یک گروه دیگه سه بنام نمیفهم که افغان هستیم، افغان بالاتر از اسلام است، از عقیده است. یک گروه دیگه به نام خراسانی است، یک گروه دیگه به نام خلق و پرچم و شعله و ماوست یاد فعالیت دارند. دیگه قبل بی‌مسئولیتی و بی‌بنده‌باری و بی‌روزگاری و بی‌احساسی که امروز امت اسلام است، خصوصا ما افغان‌ها، باور که اگر بگوییم مسئله قضیه فلسطین است، غزه است، ما چی مسئله ما افغان هستیم، افغان‌ها از خود یک منهج الله این رقم سر دعوتگر است میده در محافل سر هموی پاشا میرسه و موجه نکار را بسته میکنه. یک تعداد مولای دارن در اروپا و امریکا میرن سر. من نمیفهم که چطور میره نکای این مردم بسته میکنن باز جمعه برای ما یک قانون دیگه شروع شده سر. آمدین دیگه که بازم الله متعال مجاهدین فی سبیل الله غزه را این مردم ملت مجاهد پرور با غیرت با شهامت ازیره
کامیاب بگردانه و روسیه و شرمندگی و سرفگندگی به کافرها و ملحدین و ظالمین و این اشغالگران نصیب بگردانه. و امروز باید یک نمونه و یک الگو این غزه و فلسطین از برای ما باید هر مومن مسلمان غیرت و شهامت و ایمان وفاداری و ایمان و قرآن و الله و سبحانه و تعالی باید یاد بگیرن. دیگه ایمان خدا غیرت خدا از دست ندین، دعوت بکنید در جایی که هستین. گفته استاد محترم مثال توضیح جانان دادن، ترس و هراس از دور کنین. ولی امروز میبینیم که ترس سراس باید از خارج ما را نکنه، از خانگک ما را دیپورت نکنه. به خاطر چی؟ گفته استاد عزیز که ما 4 روز آمدیم میریم از دنیا، مرگ خجل ما عجل که آمد دیگه پرسان هم نمی کنیم تو گوشه هستی در قصد عجل که آمد برادر عزیز. سوال دارم در قسمت همین گروه بغاوتگر یا بچه احمد مسعود صاحب. این احمد مسعود امروز بازم همین روافظ کتی زیاد دوش به دوش یار از گوششان گرفته برده و مسکو، اون مسکوی که بهترین مجاهدین سوریه را نابود کرد، کشور سوریه را نیست و نابود کرد پوتین خبیث. و امروز بازی روافظ یک گروه با دولت فعلی افغانستان است، یک گروه دیگه با مخالف ازی است و رفتن در مسکو صاحب بسیار به شرمندگی و بیابرویی و جواز میخوان که مسکو در افغانستان دعوت کنند. ولی من نمیفهم که رول دولت این رافضی ایران ببینید که چقدر منافقت و چقدر رذالت است. یک گروهش امروز طرفداری از دولت فعلی افغانستان میکنه، دیگه گروهش میگه نه باید به نام مشکور کابلی یک رافضی کلان رافضی است در هر جایی میبینی که مثل یک سوارق وارد سبز کرده. درست. چشم در این مورد هم صحبت میکنم. بغل احمد مسعود و میخواستم استاد محترم بازم تفسیر شما را در این باره که دیگه افغانستان به کدام طرف سم میره و بسیار وضعیت خراب کردن و دیگه ایسو به ایمانی و به غیرتی و ای اومد به هزاران پارچه جور شده. یک گروه دیگهش میگه حزب ماست، یک گروه دیگهش میگه ما این منهج ماست، یک گروه دیگهش به نام فرقه ابو جور شده. خداوند خیر فیج بره. الله متعال شما را از شر دشمنای انسی نگاه داشته باش، از عالم دور و احترام روی مبارک تعالی میبوسیم. سلامت باش. بخاطر الله متعال شما را دوست دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام و رحمت الله و برکاته. زنده و سلامت باشید برادر. حالا برادر از میگه از دیپورت میترسن. وقتی که الله متعال با او دنیا دیپورت کرد، باز اونجا چی کار میکنید؟ از امیگریشن و از پلیس و از دیپورت میترسین. با امیگریشن برزخ و با پلیس الله سبحانه و تعالی قو انفسکم و اهلیکم نارا. الله متعال میفرماید قو انفسکم و اهلیکم نارا. نجات بدهید خودتان و اهلتان را. از چی؟ از آتش جهنم. من این آیه را خدمت شما عزیزان بیارم. قو انفسکم و اهلیکم نارا. الله سبحانه و تعالی می فرماید در سوره تحریم آیه 6 که یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که مؤمن هستید، ادعای ایمان میکنید، قو انفسکم و اهلیکم نارا. یعنی چی؟ امر به معروف بکنید، نهی از منکر بکنید، خودتان و اهلتان را از آتش جهنم برهانید. آتش جهنم وقودها الناس والحجاره. این آتشی که هیزمش چوب نیست، هیزمش بنزین نیست، دیزل نیست، گاز نیست. وقودها الناس والحجاره. هیزمش سنگ هاست، هیزمش انسان هاست در جهنم. علیها ملائکة غلاظ شداد لا یعصون الله. ملائکه های بسیار سخت، شدید، تندخو گماشته شدند. لا یعصون الله، نافرمانی الله را نمی کنند. لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. نافرمانی الله را نمی کنند و هر آنچه که امر بشه انجام می دهند. از دیپورت می ترسی؟ اگر اینجا دیپورت شدی چی کار می کنی؟ از پلیس می ترسی؟ از ملائکه غلاظ و شداد چی کار می کنی؟ چطور از اونا فرار می کنی؟ راه فراری هست؟ نیست.
در مورد احمد مسعود و جبهه به اصطلاح مقاومت من بارها صحبت کردم در موقعی که سر و صدا زیاد داشتن. الان که اینا عددی نیستن، الان به اندازه پشه‌ای هم کسی اینا رو ارزش نمیده. یک مدتی رفتن داد زدن، عذر کردن، زاری کردن که آمریکا جان بیا، خیر است یک بار دیگه به ما یک فرصت دیگه بده، یک دو تا بی 52 بفرست، یک اسپیشال فورس بفرست، باز میدان هوایی برای جرم میکنیم در جبل سراج، باز نفری 200 میلیون دلار برای ما مثل که به عبدالله و فهیم و به غیره داده بودن با اونها بدیم. بعد ما دوباره حکومت رو میگیریم، این دفعه بیشتر از سابق به تو خدمت میکنیم، بیشتر از سابق پلان‌های و برنامه‌های تو را در افغانستان پیاده میکنیم. اما بایدن اصلا نشنید، محلی هم برشان نذاشت. سگی از اینجا غوغا میکند یا که پشکی از میاو میکند، اصلا برشان محل نگذاشت. میدونین چی گفت؟ گفت شما تاریختان گذشت. خلیلزاد مصاحبه‌اش رو دیدید، همه ما دیدیم. گفت یک بار ما فرصت دادیم، گفت فکر کردین که بازم کشفش خواد بود و بازم اسکرای امریکایی خواد آمد و بعد از بی 52 خواد بود و شما را با سر قدرت خواد آورد. گفت زمان گذشت. اما خلیلزاده دیدم تو با من یک عد کرد، گفت گذشت و زمان. یعنی گفت برو بچه‌م، گفت تو دیگه هیچ ارزشی نداری، نه تو و نه کسایی که همراه تو هستن، نه امپراپوف شمال نه بقیهش. شما تاریخ مصرفتان گذشته است، اکسپایر شده است، بعد از این دیگه نیازی به شما نداریم. مثل یک اکرمکم الله، مثل یک کاغذ تشناب از اینا استفاده کرد، در کمد انداخت، سرش هم آب اعلا کرد، رفتن، تمام شد. از اونجا که امیدشان قطع شد، رفت فرانسه، رفت و انگلستان رفت و هلند رفت و بلژیک رفت و کشورهای اروپایی را گشتن که شاید که اینها برایشان یک کمکی بکنه. حالا اگر بی 52 نشد یکان میراج برایشان بفرستن. دیدن که اونام به درد خود گرفتار هستن. مشکلات اقتصادیشان از یک طرف، مشکلات سیاسیشان از یک طرف، جنگ اوکراین و دو دستگی‌هایی که در داخل ناتو و کشورهای اروپایی است از دیگه طرف. دید که از اونجا هم چیزی حاصل نشد. گفتن والا یکی دیگه هست، پوتین. یا بریم ببینیم که شما یک دیوانه کله پوکی است که گاهی خود در اوکراین مشغول میکنه و گاهی خود برای طرف دیگر میزنه و در سرش هوای اتحاد جماهیر شوروی است. هنوز میشه که این به داد ما برسه، بگه که بیا خیر ما کمک میکنیم. باور کنید که اینها رو هیچ کسی دیگر در دنیا استفاده نخواهند کرد. 15 سال پیش در یکی از برنامه گفتم روزی خواهد شد که همین عطا و همین سیاف و همین رهبرای اینا که بودن یک وجب خاک در افغانستان پیدا نخواهند کرد که در اونجا خودشان رو پنهان بکنن. گفته بودم یا نگفته بودم؟ کسایی که برنامه اون رو سکر دیدن به یاد دارن. نشدم اون روز؟ گفتم که همین عطا محمد نور و همین رهبرای اینها در کنار هر کافری، فاسقی، فاجری، منافقی، یهود و نصارایی می ایستن به خاطری که قدرتشان، چوکیشان، پولشان، قصرهایشان، تجارتشان را حفظ بکنن. نایستادند. همینایی که داد از افغانیت می زدن و آریا و فرزند خراسان و ایار خراسان و ما اصلا در تذکره ما اگر تاجیک نوشته نشود ما اصلا تذکره را نمی گیریم. ما تاجیک هستیم، ما این هستیم، ما اون هستیم. چی شدن الان؟ نگفتم در یکی از برنامه که نه تاجیک بودن برایشان مهم است، نه ازبک بودن برایشان مهم است، نه وطن برایشان مهم است، نه افغانستان برایشان. اینها دیوس های بی غیرتی هستند که با اولین فیر فرار میکنن در قصرهایشان در ترکیه و دبی و اروپا و امریکا و ملت بیچاره رو در مسیر خود تنها رها خواهند کرد. گفته بودم یا نگفته بودم؟ امروز اینا خودشان رو به هر در میزنن، اما اینها دستمال کاغذی های کاغذ تشناب استفاده شدگی هستن، اونم یک بار استفاده. تاریخشان گذشته. اینها فعلا در فاضلاب هستن و هیچ کس از اینها دوباره استفاده، هیچ احمق امروز از یک کاغذ تشنابی که یک بار استفاده شده باشه دیگه نمیاد دوباره استفاده بکنه. و یقین داشته باشید که اینها نه دیگر در آینده افغانستان
جای دارن، نه نقش سیاسی در افغانستان خواهند داشت، نه نقش نظامی در افغانستان خواهند داشت و نه هیچ کسی دیگر، نه کافر و نه مسلمان به اینا اعتماد میکنه. کسی که وطنش رو بفروشه به 40 و چند کشور غربی، به خاطر چی؟ به خاطر که سر قدرت بماند. به خاطر چی؟ به خاطر که وزیر بشه، معین بشه، به خاطر که رئیس بشه، به خاطر که سفیر بشه، به خاطر که قنصل بشه در یک کشور. اینها بیشرف‌های خائنی هستن که قنصل و سفیرشان که به یک طرف، وزیر و رئیسشان که در یک طرف. باور کنید کارمندهای بعضی از سفارتخانه‌هایشان مانند کارمند قنصلگری‌هایشان، مثلا کارمندای قنصلگری جده مثلا که پر درآمدترین قنصلگری افغانستان بود و بعضی کشورهای دیگر، البته این را تعمیم عام نیست، همه‌شان نبودن، انسان‌های بسیار شریف، بسیار مؤمن در دولت سابق بودن، انسان‌های مجاهد بودن، انسان‌های مؤمن بودن. اگر مجاهد نبودن متقی بودن، وطن دوست بودن، شریف بودن. اگر متقی و مجاهد نبودن انسان‌های شریف بودن، انسان‌های نجیب بودن، کم نبودن، زیادم بودن. اما در همان حکومت باور کنید که کارمند قنصلگری، یکی از کارمندهای قنصلگری، من اسمشو نمیگیرم، در یکی از کشورها بیش از 10 ویلا داره، هزارها متر مربع زمین خریده، شاید بیش از 2 میلیون دلار رو فقط زمین و خانه خریده. این کارمند بیشرف میدونید کارش چی بود؟ مسئول دیپورت کردن افغانها بود در امیگریشن سعودی. فرزند شما رو پلیس میگرفت به خاطر اوراق رسمی نداشت یا تاریخ اقامش گذشته بود یا پاسپورتش تمدید نشده بود. این میومد پیش شما، بچه تو من بیرون میکنم از چیز، اون نفر قنصلگری بود، دیپلمات بود، من بیرون میکنم فرزند تو از زندان امیگریشن، چقدر میدی؟ طرف فرزند است، والا افغانستان بره در اونجا در و در خواهد بسر، چقدر میخوای؟ والا خرجش زیاد است، یک 20-25 هزار ریال خرج میشه، یعنی چیز در حدود مثلا شاید بگه 7000 8000 10000 دلار. پدر بیچاره قرض میکرد، تا 4 طرف پول میگرفت، به این بیشرف بی حیای خبیث میداد. اینم اون رو به بهانه مثلا میکشید که حالا به فرودگاه میبره دیپورتش میکنه یا یک برنامه یا به کسی رشوه‌ای میداد، چی کاری میکرد؟ این رو بیرون میکرد. همین انسان به زنهایی که به تنهایی دیپورت شده بودن تجاوز کرده، بلاهای به سر افغانها در اونجا آورده و امروز در یک کشوری چندین میلیون دلار خانه و زمین داره. این یک کارمند قنصلگریشان بوده. سفارت رو که ول کنید، وزیر و رئیس که اینایی که چقدر خوردن و چقدر بردن رو ول کنید. 20 سال این مملکت رو به این آل و روز رساندن و این بیشرف‌ها دوباره شرم و حیا به خداش اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. رسول الله صلی الله علیه و آله میگه اگر حیا نداشته باشی هر کاری که دلت میخواد بکن. اینقدر بی حیا هستن که باز میخوان برگردن به افغانستان، باز دوباره میخوان بیان اینجا در این کشور زندگی بکنن. حالا آفرین شرم و حیا اینا، آفرین غیرت و وجدان اینها. والله من جای احمد مسعود و عبدالله و عطا محمد اینو بالای برج خلیفه برو از بالا خودت بنداز پایین. حیا که نیست، همین است دیگه. سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر عزیز. آقای انصاری، یک گروه تاجیکان از روسیه با شما در صحبت است. بله بفرمایید. اولا سلام خود رو با شما و تمام دفتر شما میرسونیم. سلامت باشید، زنده باشید. خدای تعالی از شما راضی باشد. راستگاه از پند و نصیحت های شما بهره میگیریم. خب یک سوال بود آقای انصاری. بفرمایید. ما همینجا تاکسی کار میکنیم در
مسکو. بله. بود که یک وقت یک مرد میشینه در ماشین. بله. خوب در جا امی به نزدیکی ایوازی پول شدگی بود. با جای 200 روبل 2000 پول میتیا. بله. با بامون راه کیلو 200 روبل روسی شد. بله. و اون مرد با جای 200 روبل 2000 روبل داد. خب ما راستی که امیرا نفهمیدیم، بعداً دیدیم که 2000 دادگی. خب با همون چی نام دادد؟ مرکز خدمت رسانی زنگ زدیم، راستی که رقمای همون مرد پیدا کرده نتونستیم. امیرا گفتیم شما یک روشنی میانداختید. بله. ببینید اگر او به رضایت خودش داده باشد که حق شماست، اگر به رضایت خودش داده، چون بعضی عادت دارن انسان‌های پولدار هستن، مسافت راه مثلا 100 می شود 500 میدن 1000 میدن. اگر به رضایت خودش داده باشد و در وضعیت عقلانی طبیعی باشد، اگر مثلا بعضیا شراب می نوشند یعنی در حالت نشه می باشد، اگر اونطوری نبوده است یعنی با عقل و با درایت این پول رو به شما داده و راضی بوده از این، که دیگه حق شماست. اما اگر شما شک دارید که نه شاید اشتباه کرده باشه، همینطوری پول اضافه به شما داده باشه، شما آنچه که حقتان هست این حق شماست. آنچه که حقتان نیست، مثلا 200ش حق شماست، 2000 به شما داده، 1800ش رو تا یک مدتی نگاه بکنید، مدتی 1 سال 2 سال 3 سال نگه دارید، یک گوشه‌ای بگذارید. اگر پیدا شد سعی کنید جستجو بکنید، اگر پیدا شد خوب، اگر پیدا نشد این 1800 روبلش رو به یک مسجدی، به یک مؤسسه خیریه‌ای، به یک دارالایتامی، به یک جایی کمک بکنید. والسلام. این نفهمیده شدگی است آقای انصاری، خیلی گفتم ایوازی پول شدگی بود در همین ایواز نوی یعنی که تغییرات پول. درست، مشکل نیست. همینطوری که گفتم، بله همینطوری که گفتم، اگر آقای انصاری بخشش ما قریب نیم سال است که انتظارم راستی که بفرمایید مرکز خدمت رسانی هم مراجعه کردیم، نیافتن همون رقمای همون مشتری را. درست. مدتی صبر کنید، 1 سال 1.5 سال 2 سالی صبر بکنید، پول رو نگه دارید. اگر پیدا نشد بعد از اون صدقه بدید به یک مؤسسه خیریه‌ای، به مرکز اسلامی، به مسجدی، به جایی. آقای محمد انصاری رحمت کلام فهمیدیم، ان شاء الله همین خدمت کنیم. زنده باشید، سلامت باشید. اما یک چیز دیگر هم بگم برادر، اگر شما این پول را صدقه دادید، به یک مسجد دادید، بعد از اون 1 ماه بعد، 1 روز بعد، 1 هفته بعد اون نفر پیدا شد، بعد باید پول رو دوباره برگردانید برش. بله. خدا از شما راضی باشه. زنده باشید برادر عزیز. سلامت باشید. سلامت باشید. الله متعالفتان کنید. خدا نگهدار. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر محمد انصاری، یک درخواست دارم از شما. بفرمایید. یک شخصیت است به نام محمد غازی، این از تاجیکستان است. یک بگیم صحیفه هم داره در یوتیوب به نام، نامش رو نگیرید، نامش رو نگیرید. همون خالبازار شریفوف میشناسمش این رو. بفرمایید. فکرم فرزندی پدرش قیام‌الدین غازی بود. پدر اون یکی از چی بود در همون زندان‌های تاجیکستان و فوت کرد. اونم بعد شیعه شده بود. البته این خودشم شیعه است، مردم دعوت میکنه به شیعگی و تهمت‌های زیاد درباره حضرت ما، مادر ما حضرت عایشه رضی الله عنها میگه. بله. در همون چیزاش گوش کردم. درباره توهین درباره صحابه ها میکنه، دروغ میگوید و بعدا در همین بگیم
وضعیت حساس که بین فلسطین و اسرائیل جنگ است، از همین بگیم سوء استفاده میبره، گویا که شیعه ها و ایران دستگیری میکنه، همه اینها را فلسطین دستگیری میکنه، در این جنگ یاردم میکنه، سنی ها یاردم نمیکنن. از همین وضعیت استفاده میبره، بسیار تبلیغ میکنه، تشویق میکنه شیعگی را. من انشالله در موردی صحبت میکنم، من برادر. درخواست داشتم که درباره همین یک جواب بدی و کی بودن و یا معلوم کنی که تا جوانای تاجیکستان فریب این نخورن. درست، چشم. در موردی صحبت میکنم برادر. سلامت باشید. زنده باشید، سلامت باشید. شخصی رو که برادر عزیز در موردش صحبت کردن، یک از شیعه تاجیکستان است. پدرش میگن شیعه شده بود، خودش هم شیعه شده. در این که شیعه شده شکی نیست. بعد مدتی قبل در مورد حسن نصرالله و اینکه چرا شیعیان و حزب الله و ایران در قضیه غزه چرا به کمک فلسطینیان نشتافتن، من صحبتی کرده بودم. بعد دیگه باداراش در ایران گفتن که الان که دیگه ما خود رو نداریم که جواب بدیم، تو جواب بده. چون این کلیپ خیلی در بین تاجیکا نشر شده بود، کلیپی که من صحبت کرده بودم، اینو امر کردن از قم که تو در این مورد صحبت کن و این اومده بود صحبت بکنه. عنوان کلیپش رو هم گذاشته بود که جواب به اصطلاح محمد انصاری در این که در طول تاریخ من گفته بودم که یک شیعه‌ای رو بیارید که در مقابل یهود و نصارا جهاد کرده باشه. هنوزم این حرف رو میزنم. 10 سال، 50 سال، 100 سال فرصت دارن برن، یکی نه، دوتا نه، صدها هزار از اینها جمع شون، بیارن بگردن تا تاریخ اسلام که یک امیر شیعه، یک پادشاه شیعه، یک فرمانده شیعه که در جهاد اسلامی بر علیه کفار، بر علیه یهود و نصارا، در کنار اهل سنت، در کنار مسلمانان ایستاده باشد و جهاد کرده باشد. در طول تاریخ شما یک نمونه بیارید، پیدا نمی کنید. این یک چلنج است، این یک تحدی است. این آمده بود انگار این رو جواب بده. من عنوان این کلیپ رو که دیدم، که دوستان البته برای من فرستاد، من نمیخوام اینجا نشان بدم چهره کثیف اینها رو تبلیغات نشه برایشان. چهرهش نگاه بکنید، شما رو با خدا چهرهش نگاه بکنید، یعنی خفت و ذلت و رافضه‌گری. همونطوری که الله متعال در مورد یهود میفرماید که ضربت علیهم الذلة والمسکنه، این خفت و ذلت و بدبختی چهرهای این رافضی‌ها آشکار است. والله سنی هر چقدر بی‌زیبم باشد، حداقل یک نور توحید هست در چهرهش. این رافضی شد خلاص، خداوند این نور توحید و ایمان رو از چهره اینا میگیرد. بعد آمده بود که قرار است که جواب چلنج و تحدی ما رو بده که بله شیعیان در مقابل یهود و نصارا جنگ کردن. من خودم شک کردم، گفتم محمد انصاری نکنه که حتما تو مطالعه نکردی، زیاد تا تاریخ خبر نداری، چطور همیشه یک چلنج بزرگی رو دادی که یک شیعی پیدا کنید در تاریخ اسلام که در مقابل یهود و نصارا جنگیده باشه در کنار مسلمان ها. گفتم این کلیپ گوش بکنم. یک از دوستان برای من فرستاد، 40-45 دقیقه صحبت کرده. چی میگه؟ خب ببینید خفت و بدبختی و ذلت و جهل و نادانی اگه انسان میگه اولین شیعی که در مقابل یهود جنگید، امام اول شیعیان علی ابن ابی طالب بود که در جنگ خیبر در مقابل یهود استاد و قلعه خیبر را فتح کرد. الله اکبر، الله اکبر. علی ابن ابی طالب شیعه بوده، علی ابن ابی طالب امام اول شیعه بوده. یعنی انسان خنده میگیره از حماقت و جهالت اینها. علی ابن ابی طالب صحابه پیامبر است، بعد از رسول الله صلی الله علیه وسلم سید و سردار اهل بیت است. علی ابن ابی طالب خلیفه اهل سنت است. شما کجا پیرو علی هستید؟
نماز خواندنتان نماز خواندن علی نیست، توحیدتان توحید علی نیست، حجتان حج علی نیست، زکاتتان زکات علی نیست، اسلامتان اسلام علی نیست. من از کتب اهل سنت نه، از همین نهج البلاغه ثابت کردم بارها در این برنامه ها که شیعیانی که امروز ادعای پیروی علی رو میکنن شیعه علی نیستن، چون کاری رو که علی میگه انجام نمیدن. گفتم به به، اولین شیعه‌ای که در مقابل یهود و نصارا جنگیده حضرت علی است. اما بعد امروز میخواهند که یک حزب الله و یک حکومت ایران در این 40 سال چیکار بکنن در مقابل یهود. شما اهل سنتی که 1400 سال حکومت در دست شما بود، شما در مقابل یهود و نصارا چه کردید؟ والا بعضیا میگن که جهل مرکب. جهل مرکب به چی میگن؟ آن کس که نداند که نداند که نداند، این رو میگن جاهل مرکب. مثل خری که در گل بماند. از روز اولی که رسول الله صلی الله علیه و سلم اسامه بن زید رضی الله تعالی عنه رو در معرکه موته فرستاد که در اونجا اولین برخورد بین لشکر اسلام و لشکر نصارا بود، تا امروز اهل سنتن که در مقابل یهود و نصارا دارن می جنگن. مگر این سرزمین های شام و شمال عربستان و تا مصر و این مناطق رو که تا زمان حضرت معاویه، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، زمان حضرت علی که فتوحات متوقف شد، در زمان حضرت معاویه، این سرزمین هایی که فتح شد از بابکلان تو گرفتن، از یهود و نصارا گرفتن. احمق. مگه اونجا تاجیکا بودن، افغانها بودن، ترکا بودن و همین یهود و نصارا بودن. بنی امیه بسته طول خلافت بنی امیه بعد از خلفای راشدین جنگ با یهود و نصارا بوده. بعد از امویه عباسیا جنگ با یهود و نصارا بوده. سلجوقیا جنگ با یهود و نصارا بوده. غزنویا جنگ با یهود و نصارا و بت پرستا بوده. عثمانی ها حدود 650 سال روزی نبوده که اینها با یهود و نصارا وارد جنگ نباشن. بعد احمق بیشور چی میگه؟ این همه یهودی که در کشورهای اسلامی زندگی میکردن 1400 سال شما حکومت اهل سنت بود، شما چرا اینا رو نابود نکردی؟ احمق بیشور، تو که قرآن نمیفهمی مثل آخوندات، تقصیر ما چی است؟ در کجای قرآن و در کجای اسلام گفته که شما کسانی که در کشور اسلامی زندگی میکنن با شما جنگ نمیکنن، شما اونها رو بکشید؟ یعنی اهل سنت میرفتن یهودا رو میکشتن، نصارا رو میکشتن، اونایی که در بین اهل سنت زندگی میکردن در کشورهای اهل سنت، پادشاهای اهل سنت بعد این کار رو میکردن. احمق بیشور. خداوند در قرآن کریم میفرماید که لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تقسطوهم. خداوند شما را منع نمی کند از این که به کسانی که از اهل کتاب، یهود، نصارا، کفار، حتی بت پرست، هر کسی که باشد که با شما جنگ دینی ندارن، شما را از سرزمینتان اخراج نکردن، شما با اونها نیکی بکنید، شما با عدالت با اونها رفتار بکنید. چی میگه؟ بله اهل سنت چرا در حدود 1400 سال که حکومت کردن این یهود و نصارا را از بین نبردن؟ حماقت و بیشعوری آخوند و اعماقت و بیشعوری یک تاجی که رفته شیعه شده. شما تصور کنید که یکی رفته پیش یک الاغی مثلا در حوزه علمیه قم 4-5 سال اونجا خوانده، بعد از اونجا آمده دیگه، شما از او چه توقعی دارید؟ همین حرفا رو باید بزنید. بعد میگه که تازه حکومت جمهوری اسلامی ایران در این چند سال، در این 40 سال چی کار باید بکند؟ کور هستی نمیبینی که در 40 سال حکومت جمهوری اسلامی ایران تا افغانستان رو تباه کرد، عراق رو تباه کرد، سوریه رو تباه کرد، یمن رو تباه کرد، پاکستان رو جنگ‌های داخلی شیعه و سنی برا انداخت، تباه کرد. چرا به غزه کمک نمی‌کنه؟ چرا یک موشک نمیزنه؟ چرا یک هواپیما نمیره؟ حکومت‌های اهل سنت، حکومت‌های مزدور، حکومت‌های دست نشانده، هر چی که میگی در موردش درست، قبول. بالفرض محال قبول.
اونا که داد نزدن. هیچ وقت عربستان سعودی، امارات، کشورهای دیگر، کشورهای عربی اسلامی که هستن، هیچ کدامش نگفته که ما جمهوری اسلامی هستیم، بهر آزادی قدس از کربلا باید گذشت، ما فلسطین را آزاد میکنیم، ما به مجاهدین کمک میکنیم، ما اینطوری هستیم، ما ام القرای جهان اسلام هستیم، ما نظام خلافت میخوایم، ما حکومت اسلامی میخوایم. گفتن اسمشان هم جمهوری اسلامی نگذاشتن، دولت اسلامی هم نگذاشتن. اما شما ادعا میکنید که شما هستید که امروز در مقابل اسرائیل وایسادید. حزب الله، این حزب الله شما در طول این 40 سال چه کرده؟ مردانه بیاید نشان بدید چی کرده. جمهوری اسلامی شما در مقابل یهود و نصارا در این 40 سال چی کار کرده؟ در عراق به امریکا کمک کرد، عراق اشغال کرد، امریکا گرفت داد به ایران. افغانستان را، امارت اول رو، طالبان رو همین ایران کمک کرد به امریکا، استخباراتی، نظامی، همه چیز. نقشه های بمبارانی که امریکا میکرد ایران میداد. خود اعتراف خود خاتمی ما بارها کلیپش رو پخش کرد. خب اینها وقتی که خودشان اعتراف میکنن در عراق، در سوریه، در افغانستان، در سوریه چه بعضی مردم بیچاره رو قتل عام کردن. این هشت شعبی، این فاطمیون، زینبیون، اینا کجا هستن؟ حزب الله کجاست؟ 14-15 هزار زن و کودک اهل سنت در غزه به شهادت میرسه و اینها صدایشان در نمیاد. کجا هستن اینا؟ چرا کمک نکردن؟ جواب خیلی ساده، چرا کمک نکردن؟ ما جواب میخوایم. بعد که چرا کشورهای اهل سنت نکردن چون اینا نه دعوتشو کردن، نه شعارشو دادن، نه گفتن ما کشور اسلامی و جمهوری اسلامی و دولت اسلامی هستیم، نه دعوادار آزادی فلسطین و مسجد الاقصی شدن و نه این غیرت و جرأت و شامتشو دارن. ما مردان حق و حقیقت میگیم. شما که ادعا میکردید، شما کجا هستید؟ مگر 40 سال حزب الله نیست که امروز در سر مرز شمال اسرائیل از اسرائیل داره محافظت میکنه، نگهبانی میکنه که یک نفر مجاهد از سر مرز به خاطر حمله به اسرائیل نگذره؟ از اون طرف مصر، از این طرف اردن، از این طرف سوریه، از اون طرف هم حزب الله. این واقعیت است. و این واقعیتی است که قابل انکار است. من یک مطلبی رو در خدمت شما عزیزان قبلا نشان داده بودم، باز هم این رو برای شما بیارم که ببینید اینها بکنه که این کامپیوتر من وصل شود که من بتونم این رو خدمت شما عزیزان نشان بدم که اینها در یکی از دبیر کل حزب الله در یکی از مصاحبه‌های خودش در تاریخ، من اینو در سه‌شنبه 2 دی سال 1393 میگه که این همه از سازمان‌های آزادی بخش حمایت کردیم، اما چه نتیجه‌ای برای ما داشته است؟ اگر به فلسطین کمک میکنیم باید بدانیم که فلسطین باید در طریق اهل بیت باشد. اگر در طریق اهل بیت نباشد، یعنی شیعه نشود، چه فرقی با اسرائیل میکند؟ تا چه وقت سفره ملت ایران پهن باشد
و ملت ایران گرسنه باشند. این واقعیتی است که خودشان در روزنامه‌های خودشان اعتراف کردن و این چیزی است که اونها میخوان مردم فلسطین رو شیعه بکنن. یکی از اگر 4 تا موشکی میدن و اونا رو بعد مجبور میکنن که یکی از سران حماس بیاد تعریف بکنه که بله جمهوری اسلامی به ما کمک کرده، فقط به خاطر این است که مردم فلسطین رو شیعه بکنن، یک فتنه ای در بیت المقدس ایجاد بکنن. بعد میاد چی میگه در همون برنامهش؟ میگه که میگن کینه رو ببینید. گفتم من در یک برنامه همه کسانی که به اسلام خدمت کردن شیعه اونا رو بد میبینن، حضرت عمر رو بد میبینن به خاطر که به اسلام خدمت کرده، به خاطر که ایران رو فتح کرده. صلاح الدین ایوبی رو بد میبینن به خاطر که قدس رو فتح کرده، بیت المقدس فلسطین رو فتح کرده. بعد جام غضب و کینه و حقدش را بر علیه صلاح الدین ایوبی و سیدنا عمر رضی الله عنه خالی میکنه که این صلاح الدین ایوبی، جناب صلاح الدین ایوبی که میگوین رفت اونجا با فاطمیون شیعه در مصر جنگید. این دانشگاه ازهر نامش دانشگاه الزهرا بود، اون را گرفت دانشگاه ازهر کرد. بله، صلاح الدین ایوبی میدانید چرا اول رفت مصر رو که دست شیعیان بود، دست فاطمیون شیعه بود، فتح کرد، بعد آمد بیت المقدس را فتح کرد؟ چون هر باری که میخواست بره برای فتح بیت المقدس شما شیعیان از پشت سر حمله میکردید، جلویش رو میگرفتید. چون که بین دولت شیعیان و بین حکومت صلیبی ها اتفاقنامه بود که اگر مسلمان ها حمله کردن به طرف بیت المقدس، شیعیان از پشت سر اونا رو بزنن. مگر در طول تاریخ عثمانی هر موقعی که خلفای عثمانی در مقابل اروپایی‌ها جهاد می‌کردن، شما شیعیان از پشت سر حمله نمی‌کردید؟ از تبریز و چالدران حمله نمی‌کردید؟ عثمانی‌ها را مشغول می‌کردید؟ اگر شما نمی‌بودید در ایران، صفویت اگر نمی‌بود در ایران، حکومت شیعه صفوی نمی‌بود، امروز اروپا، آلمان، فرانسه، بلژیک، هلند، اینا همه مسلمان شده بودن. خود صدراعظم بلژیک میگه در پارلمان، میگه که اگر صفویان نمی بودند ما امروز در بلژیک قرآن میخواندیم. و باز هم برادر عزیز تاجیک، باز هم این چالش، این تحدی رو تکرار میکنم. مرد شود همین بی غیرت و 100 تا مثل خودش از حوزه علمی قم جمع شون بیارن که یک شیعه در طول تاریخ اسلام بر علیه کفار جهاد کرده باشه. بیارن یکی رو. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد گرامی، بله بفرمایید. خسته نباشید. سلامت باشید. سوال داشتیم. همین در مهاجره هستیم. بله. در فدراسیون روسیه می باشیم که برای نمازهای ما قضا میشه. بله. همین ما پیش از خفتن یعنی که اون رو میخونیم، همش پیش نماز عصر شام ما قضا میشه. در وقتی کار ما در بالای چی با آشانی های بلند است، مثل تجیو. درست. همین اگر شما در طول روز، یعنی در طول روز هیچ وقت فرصت پیدا نمی کنید که از کار مثلا پایین بیایید برای غذا خوردن، برای یک کمی استراحت کردن؟ هیچ فرصت ندارید؟ یعنی از صبح تا شب کار میکنید اونجا؟ نیم ساعت فرصت داریم، نیم ساعت. در همون فرصتی که نیم ساعتی که هست، در همون فرصت شما میتوانید نماز ظهر رو بخوانید. بله. و هر جایی که کار میکنید، ببینید مسلمان باید عزت خود را در هر جایی که هست نگه دارد. در هر جایی که کار میکنید، در هر جایی که کار میکنید با صاحب کار شرط بگذارید، بگویید که من همین نیم ساعتی که تو برای من اجازه میدهی، من همین نیم ساعت را 3 تا 10 دقیقه‌ای میخواهم. 10 دقیقه ظهر، 10 دقیقه عصر، 10 دقیقه مغرب. ثانیاً حتی در همون جایی که سر کار هستید به صاحب کارتان بگویید که من در همین جا یک روی خاک، روی زمین، مادامی که پاک باشد اشکالی ندارد، حتما سجاده و جای نماز انداختن نیاز نیست، آب دست میگیرید نمازتان را میخوانید. همین شرایطی که همین آبی
نداریم گومم آب خنک هواها سرد شدگی آب خنک هم نداریم. من همین خواستم که تیمم کرده خوندن میشه همینم. مادامی که آب نباشد در جایی یا آب به اندازه سرد باشد که استفاده کردنش خطر جانی داشته باشد، انسان میتواند تیمم بکند. مثلا شما بالای بلند منزل هستید، در منزل مثلا 80م، در اونجا وقت نماز مغرب شد، شما اگر تا از اونجا بیایید پایین آب پیدا کنید، آیا پیدا شود پیدا نشود، وضو بگیرید، وقت خفتن می شود، درست؟ همانجا تیمم کنید، نماز مغرب را بخوانید. رحمت استاد گرامی، هزار رحمت. احمد ما میندار. سلامت باشید. خداوند در پناهش نگه داره. سلامت باشید. زنده باشید. سلامت باشید. رحمت. این جواب سوال شما. اما یک چیز رو بگم دوستانه برادران عزیز، مسلمان باید اون عزتش رو، شرفش رو، اون اقتدارش رو، اونجا تو مسلمان هستی، تو وظیفه تو قیادت این دنیاست، رهبر این دنیا باید باشی تو، نه اینکه اونجا بری به خاطر کار، به خاطر پول نمازت رو ترک بکنی. تو باید به سر او کافر بقبولانی که بله من کارت رو انجام میدم، اما نماز ظهر و عصر و مغربم و سر وقتش میخوانم. میخوای بخوای، نمیخوای نخوا. والله اگر به خاطر خدا و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه، کسی که از الله بترسد و جای کاری رو رها بکند که نمیگذارد نمازت بخوانی، و من یتق الله یجعل له مخرجا، الله متعال برش راه را باز میگشاید، باز میکند. و یرزقه من حیث لا یحتسب، اگر فکر میکنید که پول به دستتان نیامد، رزق روزیتان از بین میرود، الله میگوید که و یرزقه من حیث لا یحتسب، از جایی برایش روزی میرسانم که اصلا حسابش هم نکرده باشد. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، کسی که توکلش به الله باشد الله برایش کافی است. از این که گپ محکمتر و یقینیتر و ایمانیتر میخواهید که کلام الله سبحانه و تعالی است، قرآن کریم است. بابا الله به ما وعده میکند، میگه نترس، تو نمازت سر وقتش بخوان، اون عزت و شرف مسلمانی خودت رو حفظ بکن. باور کنید من دوستی دارم در شرکت گوگل کار میکند، میگفتم ببینید به من نیاز دارید کار میکنم، لیکن نمازمو 4 وقت نمازمو در همین جا میخوانم. میگه مجبور شدن برای من، میگه یک مصلا درست کردن، یک جای نماز، یک اتاقه که خورد انداختن، گفتن که اینجا بیا نماز تو بخوان. دوستانی دارم که سر کار میرن کارگری میکنن، همیشه در ماشینشون، در شانته ماشین، در صندوق عقب ماشین یک دست لباس تمیز هست. پس شما میپرسید این برای چی هست اینجا گذاشتی؟ به سر کار برای نماز خواندن. یک شیعه سنی شده بود، آدم تاجر بسیار بزرگ، تاجر ساختمان، یعنی چندین بلند منزل به قول عزیزان تاجیک داره در تهران. من با یک ملاقاتی داشتم، گفتم که سبب این که شما سنی شدی چیست؟ کتاب خواندی، برنامه آن روی سکه رو دیدی، وعظ و نصیحت کدام عالم شنیدی؟ گفت نه به خدا. گفت یک کارگر بی سواد افغانی، یک کارگر بی سواد افغانی گفت سبب هدایت من شد. سبحان الله. گفتم چطور؟ گفتم آیه حدیث چیزی برای تو نگفت؟ گفت هیچ چی نگفت. گفت من همین او هیچ چی نگفتم، من سنی شدم. گفتم قصه شو بگو چطور؟ گفت فیروز صبح وقت، گفت رفتم سر ساختمان، چون قرار بود نمیدونم مهندسی بیاد و فلان بیاد اینا. گفت قبل از فجر از خانه خارج شدم، میگه اونجا رسیدم که تازه صبح اذان داده بود. میگه این کارگره که اونجا مسئول نگهبانی همین منطقه کار بود، میگه دیدم که یک عوضچه هایی هست، کسایی که در کارهای ساختمانی کار کردن، یک عوضچه هست که در اونجا آب رو جمع میکنن به خاطر سیمان درست کردن و به خاطر به خاطر کارهایی که در اون ساختمان میشه، یک عوضچه درست میکنن، آب رو در اونجا جمع میکنن.
تانکر آب میاره جمع میکنن. زمستان تهران برف میگه 0.5 متر، این داره یخ رو میشکنه در اونجا. میگه من دارم نگاه میکنم که این چی کار میکنه. میگه یخ روی آب رو شکست، یک آفتابه پلاستیکی داشت، میگه از اونجا آب پر کرد، آمد اون طرفتر وضو گرفت در همون هوای سرد. میگه پشت یک 4 دیواری که همونجا کنار ساختمان بود، میگه این افغان‌های دستمالایی دارن سر شانه میندازن، این دستمال خودش رو انداخت، میگه شروع کرد به نماز خواندن. من گفتم شاید به خاطر سردی هوا زود نمازش رو تموم بکنه، نه دیدم که چنان با تأنی با اطمینان نماز میخوانه که نمازش رو که خواند تموم کرد. میگه رفتم پیش گفتم یه اسم خوبی هم ازش برد، فلانی آقا تو این هوای سرد رفتی، سردت نشد؟ گفت والا فلانی آقا گفت من از آتش جهنم و از عذاب خدا میترسم، خداوند امر کرده که 5 وقت نماز بخون. چی از یک 5 دقیقه آب رو شکستم، یخ رو شکستم، آب گرفتم، وضو کردم، یعنی چی؟ یک کمی سردم شد، اما عذاب خداوند خیلی دردناکتر است. میگه این حرفش میگه همه وجودم به لرزه در اومد. بعد از اون میگه رفتم مطالعه کردم در مورد اهل سنت و اینا، سنی شده بود. و چه سنی؟ گاهی اوقات برادر عزیز به خاطر دعوت کردن یک غیر مسلمان لازم نیست که شما وعظ و نصیحت بکنی، قرآن بخوانی، حدیث بگی، بری با او بحث بکنی، مجادله بکنی. اخلاقت، این که پایبندی تو به دینت سبب میشه که طرف مسلمان بشه. صدها هزارها نفر زن و مرد اروپایی در همین 45 روز اخیر به خاطر جنگ غزه مسلمان نشدن. سببش چی بود میدانی؟ کلیپاشو شاید همه شما دیده باشید. میگه که اینو چه مردمی هن؟ بچهش مرده میگه که الحمدلله، شوهرش مرده میگه الحمدلله، زنش مرده میگه الحمدلله، خانش خراب شده میگه الحمدلله. میگه اینا این چی هست؟ میگه این چی دینی هست؟ میگه این چی جور انسان هایی هستن؟ همین الحمدلله گفتن مردم غزه سبب شد که هزاران نفر مسلمان بشن. صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم قبل از اینکه شمشیرشان به کشورهای ما برسه، اخلاق و رفتارشان دلهای ما را رو بود. بزرگترین کشور اسلامی از نگاه جمعیت اندونزی است. نمیدونم شاید در حدود 400 میلیون جمعیت داشته باشد. یک قطره خون اونجا کسی نریخته، کسی شمشیر و نیزه نبرده در اونجا. تاجرای مسلمان که رفت آمد میکردن با اخلاقشان، با امانتداریشان سبب شدن که اون مردم مسلمان شوند. امروز مسلمان ما به خاطر بد اخلاقی و به خاطر خیانتکاریش مردم از اسلام دارن متنفر میشن. دیروز به خاطر اخلاق و امانتداری مسلمان اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور، این کشورهایی که مسلمان شدن، اکثر اینها یک قطره خون هم اونجا کسی نریخته، شمشیر کسی نزده. آخرین تماس را هم میگیریم. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقای انصاری خوبه؟ چنجه؟ سلامت. شما چه خیرید؟ سازید؟ سلامتید؟ سلامتی های شما خوب است؟ الحمدلله. یک سوال بپرسم. بفرمایید. درباره همین اسقاط حمل گپ میزدید، او گرفتن همین از جانب اسلام چی حکم داشته باشه؟ بله، کسی که حامله باشد و بدون دلیل کسی حمل خودش رو اسقاط بکنه یا همسرش رو مجبور بکنه که سقط جنین انجام بده، این انسان گناهکار است و این عمل جایز نیست. چون که الله سبحانه و تعالی در آیه 31 سوره اسراء می‌فرماید که ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق، شما فرزندانتان را از ترس گرسنگی نکشید. یعنی میگه که والله
3 تا فرزند دارم، 4 تا فرزند دارم، حالا یک دیگرم بیارم، بعد چطور خواهد شد، رزق و روزی اینا چطور میشه، اوضاع اقتصادی خراب است، ببینید اینا هیچ وقت دلیل شده نمیتواند، چون الله متعال میفرماید که ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، از ترس تنگ دستی و بی‌بضاعتی و فقر اولادتان را نکشید. نحن نرزقهم و ایاکم. سبحان الله. در این آیه یک نکته بسیار مهم است. الله متعال چی میگه؟ نمیگه نحن نرزقکم و ایاهم، میگه نحن نرزقهم و ایاکم. میگه اول اونا رو ذکر میکنه، میگه ما رزق آنها را هم، یعنی اولادهای شما را هم میدهیم و رزق شما را هم میدهیم. یعنی چی؟ اول رزق اونا را میدهیم، غصه رزقشان را نخورید، از ترس فقر و تنگدستی اولاداتون را نکشید. ما رزق اونها را هم میدهیم و رزق شما را میدهیم. اول شما را ذکر نمیکنه تا که مطمئن شوی که اول رزق اونا را میده بعد رزق شما را میده. اما یک زنی است بیمار است، نگهداری اولاد برایش سخت است، یا مثلا تعداد زیادی از فرزندان دارد که نمیتواند با آنها رسیدگی بکند، یا که فرزند جنین بیمار است، یا که مادر بیماری شدید دارد که نمیتواند وضع حمل بکند، 9 ماه فرزند را در شکم خود نگه دارد. در این صورت اگر این خیلی مهم است، در داخل 3 ماه باشد می شود که سقط کرد. در داخل 3 ماه، ماه اول، ماه دوم، ماه سوم، در داخل 3 ماه. اما اگر از این 3 ماه گذشت سقط جایز نیست، چون بعد از او در بدن این نطفه یا کودکی که در رحم زن وجود دارد روح می دمد، یک انسان کامل می شود و بعد از اون کشتن او و سقط کردن یعنی کشتن. این کسایی که میرن سقط میکنن به بسیار شکل فجیع این جنین رو تیکه تیکه میکنن، از اونجا در میارن و این کشتن یک مخلوق است، کشتن یک انسان است. بعد از 3 ماه جایز نیست. بعضی از علما میگن بعد از 40 روز جایز نیست. بعد از 40 روز جایز نیست. استناد اردو گروه و یک حدیث است، اما برداشت کسایی که میگن 3 ماه و برداشت کسایی که میگن 1 ماه تا 40 روز از یک حدیث است، برداشت های مختلف است. اما آنچه که من فکر میکنم و با طب و تکنولوژی جدید هم امخانی دارد همان 3 ماه است. بعد از اون اگر کسی میرود و سقط جنین میکند این قتل محسوب میشود. قتل یک نفس است، جایز نیست. اما اگر که کودک مریض باشد و یا مادر مشکلاتی داشته باشد، بیماری‌ها داشته باشد که جلوگیری میکند یا خطر مرگ مادر باشد، دکتر تشخیص میده، دکتر مسلمان میگه اگر این زن حمل کند، حامله شود، امکان دارد که بمیرد به خاطر نقص خون، به خاطر کدام بیماری که دارد. اگر دکتر این تشخیص رو دارد در اون صورت سقط کردن جایز است و در غیر آن جایز نیست. یک تماس دیگر یا هم میگیریم. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله بفرمایید. سلام استاد محترم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد محترم، من تقریبا 2 ماه پیش با شما تماس گرفتم، برنامه لایف شما. بله. 2 سوال کردم از شما. یک سوال درباره آیت 33 سوره الرحمن بود، ولی من کم دست پاچه شدم، آیت برای شما اشتباه گفتم، 55 گفته بودم. بله. مقصد من اونجا 33 بود. و یک سوال دیگه هم درباره 2 آیت از سوره یاسین شریف دارم، اگر زحمت میشه. آیه چندم سوره رحمان فرمودید؟ 33. آیه 33. یک لحظه. خب بعدی از سوره یاسین شریف آیه 66 و 67. یک لحظه این رو پیدا کنم برای شما. سوره
یاسین. یک لحظه تشریف داشته باشید. باشه. آیه چند فرمودید سوره یاسین؟ 66 و 67. 66 و 67. چشم، در مورد هر دو اینا صحبت میکنم. تشکر برادر عزیز. بله. یک سوال دیگه هم داشتم استاد، مورد دیگه چیز میشه. سوال من از این قرار است که آیا در شریعت اسلامی جایز است که در نماز فرض یا سنت عوض یک بار خواندن سوره اخلاص 3 بار آدم بخونه که به حساب همون ثواب یک قرآن شریف را بگیره؟ آیا جایز است؟ نه، آنچه که معمول است یک بار باید بخواند. تکرار خواندن، بله، تکرار خواندن یک سوره 2 بار 3 بار در یک رکعت جایز نیست. خیلی ممنون از شما. زنده باشید. سلامت باشید. تشکر. سلام. در عافیت باشید. سلام علیکم. سال اول شما عرض معذرت در مورد سوره الرحمن رو من چون وقت به پایان رسیده جواب میدم. سوال بعدیتون انشالله در روز سه‌شنبه در اول برنامه آنوسه که من اینجا یادداشت میکنم در موردش صحبت خواهم کرد چون یک کمی مفصل تر است. در سوره الرحمن الله سبحانه و تعالی در این آیه کریم میفرماید که یا معشر الجن والانس، ای گروه جنها و انسانها، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر که شما میخواهید از کناره ها یا از مرزهای آسمان ها و زمین بگذرید فانفذوا، بگذرید. لا تنفذون الا بسلطان، ولی جز با سلطان در اینجا غلبه و نیرو را بعضیا تفسیر کردن، نمیتوانید بگذرید. این تفسیری است که ترجمه ای است که عموم مفسرین سابق این را کردن که الله سبحانه و تعالی میفرماید که شما ای گروه جن و انس اگر بخواهید که به آسمان بروید نمیتوانید، اگر میخواهید بروید لکن رفته نمیتوانید الا به سلطان. این سلطان رو به غلبه، به نیرو، به قدرت، به این چیزا تفسیر کردن. تفاسیری بوده مختلف اما کلا در حال و حوش همین چیز است. یک تفسیر جدید که سلطان را در اینجا به علم تفسیر کردن که شما نمیتوانید این کار را بکنید، یعنی به آسمان بروید الا با علم. و این در اینجا نمیگوید که شما مثلا مستقیم با آسمان بروید یا شما پرواز بکنید به طرف آسمان. در اینجا این استطعتم من تنفذوا من اقطار السماوات، کناره ها، گوشه ها، این کنایه از جاهای مخصوص است که امروز علم و تکنولوژی ثابت کرده که با آسمان رفتن، همین موشک هایی رو که امروز راکت هایی رو که با آسمان پرتاب میکنن، از هر جای کره زمین امکان پذیر نیست. این ببینید در بعضی اماکن مثلا در کشور قزاقستان، در بعضی از مناطق در چین، در بعضی از یکی از ایالت ها در آمریکا هست، تکساس هست فکر کنم، دقیق نمیدانم، در اونجا ضخامت اتمسفر زمین خیلی کم است و این امکان رو میده که راکت از اونجا به آسانی از غلاف یا امین اتمسفر زمین عبور بکند. چرا؟ چون در اتمسفر زمین گازایی که در اینجا وجود دارد این سبب می شود که اگر از یک قسمت ضخیم این اتمسفر راکت ها به طرف آسمان برود، به سبب استحکاکی که رخ می دهد ذوب شود آهن و این راکت منفجر شود. در جای دیگری از ابواب السماوات ذکر میکنه، درهای آسمان. سبحان الله، کأنه الله سبحانه و تعالی
برای این اتمسفری که در اطراف کره زمین وجود دارد جاهای مخصوصی مثل دروازه ها درست کرده. یا اگر دیده باشید مرمی یا گلوله یا موشک ها همیشه به شکل مستقیم نمی رود، یک نوع با چرخ خورده می رود. داخل میل تفنگ رو ببینید به شکل مخروطی درست شده است، چون گلوله ها باید اینطوری به شکل چرخیده یا موشک به شکل چرخیده اینطوری به آسمان برود. اینم به سبب این است که اگر به شکل مستقیم برود و به شکل مخروطی حرکت نکند، که این رو در عروج میگویند در عربی، یعنی کج رفتن، از کجی گرفته شده است. مثلا ما میگیم شب اسراء و معراج رسول الله. این معراج را اگر ما بخوایم به اصطلاح علمی امروز چیز کنیم، یعنی به شکل این مخروطی به آسمان رفتن. این رو به خاطر این درست کردن که اگر این مستقیم گلوله شلیک بشه، یکی از سرعتش کم میشه که به سبب استکاکی که رخ میداد از بین میرود، به اون تیزی گلوله از بین میرود. یا موشک اگر مستقیم پرتاب شود به سبب استکاکی که رخ میداد با هوا چی میشه؟ این ذوب میشه و ما منفجر میشه. این سلطان در اینجا به نظر من دقیق ترین تفسیرش همون تفسیر علم است که سلطان علم، این علمی که الله سبحانه و تعالی به بشر داده است، به وسیله این سلطان و قوت و غلبه علم است که انسان میتواند از زمین به آسمان ها برود یا چیزهای زیادی را در آسمان ها و زمین در اختیار و برای خدمت بشریت از او استفاده بکند. والله اعلم. این تفسیری است که بیشتر من این رو میپسندم که اینجا سلطان علم است، چون اگر غلبه و نیرو باشد، غلبه و نیرو بدون علم امکان پذیر نیست. این علم است که به انسان چی میداد؟ غلبه و نیرو میداد. فرسول الله صلی الله علیه و سلم در تفسیر آیه‌ای که وعدوا لهم ما استطعتم من قوه، شما برای آنها آماده کنید آنچه که می توانید از قوت را، فرمودن که الا ان القوه الرمی، این قوه‌ای که در اینجا هست همون تیراندازی است و این تیراندازی یک علم است. امروز مثلا مسابقات تیراندازی است، این یک علم است. فرانی میگن یک تیرانداز خیلی ماهر است، این یک علم است. الله سبحانه و تعالی اعلى و اعلم، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني